اما کمتر نصیحت نکردی برای ما که حج میرم بعد حج برگشتن مثلش بود در فکر همین دنیا و مثلش با اهل و اولش میرفتم میان بود در فکر همین دنیا و قفو ماشین و خانه داره پولم خیلی حج هوایج خیلی میشه افتاد مثلا میگن کو بعد حج اومدن باید آدم زیاد فکری اما او دنیا شک نمیشه نه این دنیا. برادرای عزیز، همین صحبت هایی که درباره حج میکنیم، حالی شرح حدیث ها میدیم، آیات های حج تفسیر میکنیم، شاید این یک ماه تا روز عید قربان عید حج و احکام قربانی و این چیزها صحبت کنیم و اگر کدام حاجی که همین صحبت ها را گوش کند و همین صحبت ها عمل کند انشالله از حجش تا آخری عمرش بهره میبرد. اصلا سبب این اختیار ما بیهوده نیست این موضوع را، تا اینکه حاضر شما میگویید که از حج آمده با کار و ماشین محلی تجارت کند هیچ گپی ندارد. الله تعالی میگه که ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیبت را فراموش نکن. تجارت کردن، مشغول شدن به خرید و فروش کار گناه نیست، لیکن دست به گناه نزند. بعد از حج آمدن باید آدم دیگر شود. این علامت های قبول حج. کسی که حج رود و بعد حج با اون خیلی متمخل شود، این دلالت میکند که حجش قبول نشده است. علامت قبول حج این است که آدم باید تغییر یابد، یعنی از نگاه دینداری و اخلاق آدمی بهترین شود. اما تجارتش کردن گیرد، تجارتش پیش راهش نمیگیرد هیچ کس، نمازاش هم خواند و دینش هم عمل کند، تجارتش هم دوام دادن گیرد، تجارت شریعت پیش راهش نمیگیرد، لیکن از فسق و فجور، از گناه، از ظلم دست بردارد، از حرامخوری دست بردارد. بله، حالا انشالله همین صحبت ها یک ماه دوام میکنند. بنابراین برادرها، هر یک مسلمان در قرارت قلبش زیارت کعبه، زیارت حج دارد. غیر از این صحبت فقط برای حج نه برادرها. ما باید بزرگی دین اسلام آموزیم. هر سبب مشکلاتی که امروز به سر ما آمده است، از خواری و ذلت، از ناتوانی، از مظلومیت ما، سببش از شریعت خود ما بیخبر بودن است. بنابراین به همه این صحبت ها اشتراک کنید. این صحبت ها برای حاجی ها نیست فقط، حاجی های هم باید اشتراک کنند. 20,000 حاجی حج میرد، کجا شدن اون 20,000 حاجی؟ بی علم رفته حج کرده میبید، بعد نه از حجتون فایده میگیرید، فقط میره صرف و خراجات کردید، یک ماه از کارتون ماندید، از زن و فرزنداتون دور شدید. همین قدر وقتی که بی علم حج میکنید.